اواخر سال 2023 و اوایل سال 2024 یه مرد ناشناس تو شهر استکهلم سوئد رعب و وحشت رو بین زنهای روسپی ایجاد میکنه. این مرد به زنهایی که تن فروشی میکردن آزار و اذیت جسمی و جنسی میرسون و از بعضیاشون هم دزدی میکرد. با من همراه باشید تا به یکی از پرونده های عجیب و غریب از کشور سوئد بپردازیم. تو سوئد یک قانونی وجود داره که مربوط میشه به ممنوعیت خرید خدمات جنسی که از نظر من یک قانون خیلی عجیبیه. البته بعد از اینکه متوجه هدف این قانون شدم میفهمم که اونقدر هم عجیب نیست. این قانون بر این معنیه که افرادی که خدمات جنسی رو ارائه میدن مجرم محسوب نمیشن، ولی شخصی که خدمات جنسی رو میخره مجرم به حساب میاد. این قانون به خاطر اینه که از زنها و افرادی که درگیر فحشا و تنفروشیان محافظت کنه. اگر بلایی سر این افراد بیاد، اونا خیلی راحت میتونن با پلیس تماس بگیرن و از پلیس کمک بگیرن بدون اینکه خودشون مجرم به حساب بیان. افرادی که خرید خدمات جنسی انجام میدن اما بایستی این کارو مخفیانه انجام بدن و اگر پلیس اونا رو دستگیر کنه جریمه نقدی باید پرداخت کنن، اما تو برخی از موارد هم اونا باید برن زندان و حد اکثر حبس هم 1 ساله. با اینکه فروش خدمات جنسی جرم محسوب نمیشه، اما این کارها کاملا مخفیانه اتفاق میفته و افرادی که خدمات جنسی میخرن میتونن هر بلایی دلشون میخواد سر افراد روسپی بیارن بدون اینکه پلیس مطلع بشه، چون خیلی وقتا زنایی که توی این کار فعالیت میکنن قوانین رو اونقدر نمیشناسن و نمیدونن چه حق و حقوقی دارن. این افراد بیشتر وقتا از کشورهای دیگه به اینجا اومدن تا برای مدتی کار کنن و بعد هم برگردن کشور خودشون. تو سوئد یه گروه پلیس هست که بهشون میگن گروه روسپیگری که فقط و تخصصی با این مسائل کار میکنن. این گروه پلیس یه موقعهایی میرن و با این افراد صحبت میکنن، یعنی با خانم‌های روسپی در تماس هستن و بهشون میگن که چه حق و حقوقی دارن و ازشون میخوان که اگر اتفاقی افتاد حتما باشون تماس بگیرن. حالا واسه چی من این اطلاعاتو دارم به شما میدم؟ به خاطر اینکه پرونده امروز ما هیچ ربطی به قتل نداره و کاملا مربوط میشه به روسپی هایی که توی شهر استکهلم فعال هستن و چند تا از این خانم های روسپی بلاهایی سرشون میاد که برای مدت طولانی زندگی اونا رو تحت تاثیر قرار میده و شخصی که این بلاها رو سرشون میاره 1 نفره و اون 1 نفر خیلی سریع شناسایی میشه و دستگیر میشه. خانم هایی که توی کشور سوئد روسپیگری میکنن تو بعضی از این صفحه هایی که توی اینترنت موجوده اونجا خدماتشون رو ارائه میدن و مشتریا باشون تماس میگیرن. مثلا عکس و مشخصاتشون تو بعضی از این صفحه ها وجود داره. بعد آقایون که علاقه‌مندن با این خانم ها رابطه برقرار کنن باشون تماس تلفنی میگیرن و قرار ملاقات میذارن. تو دسامبر سال 2022 یکی از این خانم هایی که تو کار تنفروشی بود یه SMS دریافت میکنه. اون آقا همش تاکید داشته که این خانم روسپی تنها باشه تو خونه. هی میپرسیده با کی زندگی میکنی؟ آیا دخترای دیگه هم اونجا هستن یا خودت کاملا تنهایی؟ با اینکه سارا تنها زندگی نمیکرد و اون شب اتفاقا دختر خالش هم پیشش بود، به مشتری میگه من کاملا تنهام، اصلا نگران نباش. مشتری قرار بود ساعت 10 شب بره خونه سارا و کارش رو انجام بده و برای 30 دقیقه 1500 کرون پرداخت کنه و بایستی پولها رو نقدی تحویل سارا میداد. ساعت 12 شب میشه و مشتری هنوز پیداش نشده بود. یکم بعد از 12 نیمه شب اون آقای مشتری با سارا تماس میگیره و میگه من صدای گریه یه بچه رو دارم میشنوم، نکنه تنها نباشی. با سارا تاکید میکنه که کاملا تنهاست و این مشتری
اون زمان وارد خونه میشه. دختر خاله سارا خودش رو تو اتاق کناری قایم میکنه و جیکش هم در نمیاد که مشتری متوجه نشه که اون توی خونه حضور داره. بعد از اینکه مشتری وارد خونه شده بود، سارا رو در آغوش میگیره و بهش میگه بریم اتاق خواب. اول از همه سارا خب میخواسته مشتری پول پرداخت کنه، ولی این اتفاق نمیفته. اون یه چاقو از جیبش در میاره و با چاقو سارا رو تهدید میکنه. بهش میگه اگر کارایی که بهت میگم رو انجام ندی همینجا میکشمت. اونا رابطه جنسیشون رو برقرار میکنن و تمام مدت این مرد مشتری چاقو رو به سمت سارا گرفته بود و تهدیدش میکرد. سارا با ترس و وحشت به مشتری میگه منو نکش، بذار زنده بمونم، من یه بچه کوچیک دارم، من نوناور خانواده‌ام. این مرد اما اصلا براش مهم نبود که سارا داره اذیت میشه. کارش رو انجام میده، بعد هم اونجا رو ترک میکنه. سارا اون شب با ترس و اضطراب و ناراحتی همه اتفاقات رو برای دختر خالش تعریف میکنه. اینکه چرا به دختر خالش چیزی نگفت یا صداش رو بالا نبرد به خاطر این بود که نمیخواست بلایی سر دختر خالش بیاد. دوست نداشت که این مشتری به اونم تجاوز کنه. تمام مدت پیش خودش فکر میکرده که اگه بلایی سر من بیاد اشکالی نداره، حداقل دختر خالم زنده بمونه. 6 روز که از این اتفاق میگذره، سارا با پلیسا تماس میگیره و بهشون میگه چه اتفاقی افتاده و چند روز بعدش هم به کشور خودش برمیگرده و 1 ماه اونجا میمونه. ولی خب مجبور بوده کار کنه، به خاطر همینم برمیگرده سوئد و به کارش ادامه میده. تو ژانویه سال 2024، یعنی فقط چند هفته بعد از اینکه سارا اون بلا سرش میاد، همین مشتری با یه خانم تنفروش دیگه قرار ملاقات میذاره. این بار هم دقیقاً مثل دفعه قبل تأکید داشته که اولگا خونه تنها باشه. هی ازش میپرسیده نکنه افراد دیگه هم اونجا باشن؟ آیا تو کاملا تنهایی؟ این خانم کاملا تنها بوده و این موضوع رو هم به مشتری میگه. این 2 نفر با همدیگه حتی تماس تصویری هم داشتن. یه موقع‌هایی این خانم‌هایی که تو کار روسبیگری بودن تماس تصویری میگرفتن با مشتری و از تماسشون عکس میگرفتن تا عکس مشتری توی گوشیشون وجود داشته باشه، تا اگر بلایی سرشون اومد یه مدرکی وجود داشته باشه. اما این خانم از اونجایی که مشتری خیلی موجه بود و خیلی مؤدب صحبت میکرد، به ذهنش هم نمیرسه که عکس ازش بگیره. میگه خب مرد قابل اطمینانیه و قرار نیست بلایی سرم بیاد. اونا قرار ملاقات میذارن. زمانی که مشتری میرسه خیلی قیافه و ظاهر عجیبی داشته. عینک دودی تو چشمش بوده، کلاه رو سرش بوده، یه کاپشن زمستونی هم تنش بوده. داخل خونه که میشه از تو جیبش یه اسلحه در میاره. تو اولین نگاه اولگا فکر میکنه که اسلحه واقعیه، خیلی میترسه و هر کاری که مشتری میخواد رو براش انجام میده. بعد از اینکه کارش رو انجام داده بود، از اولگا پول میدزده و گوشیش رو هم ازش میگیره. انگار میترسیده که اون تماس تصویری یه موقعی براش دردسرساز باشه. شاید اولگا ازش عکس گرفته باشه. گوشی رو میدزده و از اونجا میره. اولگا با پلیس تماس نمیگیره. از اتفاقاتی که افتاده بود حالش انقدر بد میشه که مجبور میشه دخترای دیگه که همکارش بودن رو بهشون اخطار بده. افرادی که تنفروشی میکنن گویا یه صفحه‌ای در اختیارشونه که اونجا به همدیگه اخطار بدن. اگر اتفاقی افتاده باشه حتما توی اون صفحه برای دخترای دیگه بیان میکنن. همین خانم اولگا هم بعد از این اتفاقاتی که سرش میاد توی اون صفحه میره و مینویسه که یه مرد خطرناک امروز اومد ملاقات من و بدون اینکه پول پرداخت کنه کارش رو انجام داد. و شماره‌ای که این مرد ازش تماس گرفته بود رو اونجا منتشر میکنه و مینویسه که مراقب خودتون باشید. تو تاریخ 15 فوریه سال 2024 یه زن روسپی به نام لیلا با پلیس تماس میگیره. ترس و اضطراب و از صدای این زن میتونستی بفهمی. به محض اینکه پلیسا میرسن خونه لیلا، اونا متوجه میشن که همون مردی که تا الان به چند تا از زنای روسپی آزار و اذیت رسونده
سراغ لیلا هم اومده. لیلا تعریف میکنه که اون روز ساعت 11 صبح یه مردی باش تماس میگیره. یه مرد خیلی موجه. این آقا تو صحبتاش به لیلا گفته بود که من به عنوان مهندس مکانیک کار میکنم، تو شهر گوتنبرگ ساکنم و اصالتا اهل کشور آذربایجانم. الان اومدم پایتخت فقط برای یه مدت کوتاه به خاطر یه مأموریت کاری. قرار نیست اینجا زیاد موندگار بشم و دوست داشتم با یه زنی رابطه کوتاه داشته باشم. الانم از سر کارم مرخصی گرفتم برای چند ساعت که تو رو ببینم. خب لیلا هم از رفتار اون مرد هیچ نگرانی توش ایجاد نمیشه. اون دو نفر با هم دیگه قرار ملاقات میذارن و آقای مشتری میاد خونه لیلا. این بار اما همچنان بعد از ورودش به خونه اون مرد موجهی بوده و با لیلا رابطش رو برقرار میکنه، اما قبلش پولش رو پرداخت کرده بود. 3 تا 500 کرونی میده به لیلا. بعد از نیم ساعت که کارش تموم شده بود آماده میشه که از خونه بره. دم در یهویی همین مشتری از اون آقای موجه تبدیل میشه به یه مرد خشمگین و روانی. از تو جیبش یه چاقو برمیداره و دستش رو میگیره دور گردن لیلا. بعد چاقو رو هم میگیره به سمت چشم اون زن بیچاره و بهش میگه همین الان همه پولاتو به من میدی. لیلا انقدر استرس داشت که نمیفهمه مرد چی میگه. فکر میکنه که منظورش به همون 1500 کرونه. اون پولو در میاره و میده به مشتری. اما مشتری میگه من همه پولای تو رو میخوام. 1500 کرون کمه. هر چی تو خونت داری رو به من میدی. لیلا هم از توی جعبه‌ای که تو آشپزخونه داشت هر چی پول توش وجود داشت رو در میاره و به مشتری میده و از ترس اینکه بلایی سرش بیاد جیکش هم در نمیاد. اون آقا خیلی سریع خونه رو ترک میکنه و لیلا بعد از 1 ساعت با پلیس تماس میگیره. لیلا تو صحبتاش به پلیسا میگه این مردی که امروز اومده بود روی سینه‌اش یه خالکوبی بزرگ وجود داشت و روی دستش هم یه خالکوبی بود. دقیق نمیدونم سمت راست بود یا چپ، ولی کاملا و دقیق اون خالکوبی‌ها رو توصیف میکنه. وقتی پلیس شروع میکنه به پیگیری کردن و دسترسی پیدا میکنه به شماره‌ای که اون فرد باهاش تماس گرفته بود، خیلی سریع اونا میتونن شخصی که با این زنها در ارتباط بوده رو شناسایی کنن. شماره تلفن تعلق داشته به یه خانم ایرانی ساکن سوئد که از قضا این شماره و تلفن اون خانم در دسامبر سال 2023 مفقود شده بود و اتفاقاً گزارش مفقودیش هم پیش پلیس موجود بود. خانومی که تلفن به نامش بود مادر 2 تا پسر بود. یکی از این پسرها اسمش سالار زندی بود. سالار متولد سال 80 میلادی بود و اصالتا هم ایرانی بود. اونجوری که به زنها گفته بود اهل آذربایجانه و به یکی گفته بود من اهل ارمنستان هستم، همه دروغ بوده. سالار یک پسر ایرانی 43 ساله بود که اتفاقاً توی جامعه جایگاه خوبی هم داشت. توی یکی از رشته‌های علوم انسانی درس خونده بود و لیسانس داشت و به عنوان مددکار اجتماعی هم کار میکرد. از قضا با افراد ضعیف جامعه کار میکرد و تصمیمات مهم زندگی این افراد دست سالار بود. از زن سابقش جدا شده بود و یه بچه 8 ساله داشت و حضانت بچه هم با سالار بود و هم با مادر بچه. یعنی یه موقع‌هایی نقش پدر دلسوز رو هم بازی میکرد. و در زمان وقوع این اتفاقات سالار با یک خانم سوئدی نامزد بود و قرار بود که به این زودی‌ها با همدیگه ازدواج کنن. حالا چطور میشه که پلیسا خیلی سریع شکشون به سالار میره و نه به برادر اون؟ توی دوربین‌های مداربسته یه مغازه دیده میشه که سالار با کارت بانکی خودش برای اون شماره‌ای که در اصل تعلق داشته به مادرش شارژ میخره و با همون تلفن هم جستجوهایی کرده بود که سالار رو ربط میداد به این زنهای روسبی. بعد از اینکه دادستان پرونده حکم بازرسی خونه سالار رو میگیره و پلیس ها به اونجا میرن تا خونش رو مورد تحقیقات قرار بدن، تو خونه اون دقیقاً چاقویی که زنها باش تهدید شده بودن پیدا میشه و تو ماشین نامزد سالار اون اسلحه پلاستیکی پیدا میشه. اسلحه در اصل یک اسلحه واقعی نبوده،
اسلحه بادی بوده که خود سالار خریده بودش و اتفاقا رسیدش هم توی خونه پیدا میشه. توی اون تاریخ‌هایی که زنهای روسبی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن، سالار با اونا قرار ملاقات داشت و توی تلفن سالار هم دیده میشه که به اون صفحه هایی که این خانوما توش فعالیت میکردن هر دفعه به اون صفحه ها سر زده بود و از تلفن خودش با اونا تماس گرفته بود و قرار ملاقات گذاشته بود. و توی همون تاریخ ها هم تلفن سالار توی اون مناطق خط میداده و روی بدن سالار اون خالکوبی هایی که لیلا برای پلیس توصیف کرده بود پیدا میشه. تمامی مدارک و شواهد نشون میدادن که مرد مددکار اجتماعی که یک زندگی نرمال و موجه داشت، در اصل یه زندگی و شخصیت مخفیانه داشته. و تو سپتامبر سال 2024 سالار زندی به 2 فقره تجاوز جنسی، 2 فقره خرید خدمات جنسی و 3 فقره دزدی مسلحانه محکوم به 7 سال و 10 ماه زندان میشه. اما دادگاه تجدید نظر این حکم رو عوض میکنه و تو تاریخ 5 دسامبر سال 2024 سالار رو به 8 سال و نیم زندان محکوم میکنن. این بود پرونده امروز ما. ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری بعد، خدا نگهدار.